دوستان عزیز سلام، امید جور صحتمند باشین. امروز میخوایم براتون 3 کتاب بسیار زیاد اسنشال و مهمه به کسایی که میخواین تجارت شخصی خود آغاز کنن یا انترپرنور هستن یا در کل میخواین کاربار شخصی داشته باشن اما نمیفهمن از کجا شروع کنن و به کجا برن. اولین کتاب توسط الگوی زندگی نوشته شده، یکی از الگوی زندگی، گرین کاردون، 10x رول. بهترین کتاب است. این کتاب میتونه که مایندستتان کاملا تغییر بده و بفهمین که چقدر ذهن و فکر شما، دیدگاه شما که داشتین قبلا چقدر خرد بوده، یا اگر خردم نبوده از بزرگترش میکنه 100%. کوشش کنین این کتاب پیدا کنین، یا هاردشه یا سافتشه. پی دی افش کمک مشکل است، شاید پولی باشه اما شاید یکان کتابخانه کاپیش چونی اصلیش است. حداقل پیدا کنین. خوب است. من درست گرفتیمش، ویدیو و سلفی گرفتمش به خاطر چپ می 10x رول بای گرین کاردون. کتاب دومی دی میلیونر فست لین بای ام جی دیمارکو. این کتاب است یکی از کتابای بسیار زیاد مهم در فیلد بزنس و تجارت است. این کتاب براتون نمیشه فقط گفته میتونم یک رودمپ بسیار بزرگ است براتون که نشان میده. قسمی که از کورش هم میبینین فقط نشان میده که از کدام مسیر به کدام مسیر برین نسبت به اهداف و نسبت به شخصیت های خاصی که خودتون دارین. کتاب سیومی و فاینال کتاب The $100 Startup. یک کتاب است که به کسایی که بهانه‌جویی میکنن و بهانه‌گیری میکنن که ما پول نداریم یا پول کم داریم به خاطر شروع تجارت ما. در کل این کتاب براتون، 3 کتابی که براتون معرفی کردم بسیار زیاد مهم است. کوشش کنین بخونین، وقت پیدا کنین، یا به شکل پی دی اف دیجیتال یا به شکل هارد، هر قسم که میخواین یا هر قسم راحت هستین و شخصیتتان ادپت میکنه اما قسم پیش برین. خوب است براتون. زنده و سلامت باشین. اگر میخواین این قسم ویدیو براتون بگیرم و به دیتیلز معرفی کتابا رو داشته باشم و حتی خلاصه کتابا رو براتون بگویم، لطفا لایک کنین، کامنت کنین، شیر کنین و در کامنت ها برام بگوین. زنده و سلامت باشین.